بچه‌ها به درخواست‌های خیلی زیادتون آموزش فایل گذاشتم و تمام نکات فایل و چرا وصل نمیشه، چرا ارور میده و اینا رو اومدم آموزش بدم. و اینکه آقا دیگه همین، و اینکه بچه‌ها از اول تا آخر ویدیو نگاه کنید تا تمام نکات رو بفهمید و اینکه زیاد مشکل نداشته باشه. و اینکه آقا دوستان این هم فایله، یعنی این هم فایل توی دنسا میاد، این هم فایل واقعیتش. و آقا دیگه بزن بریم داخل بازی آموزش حذف کردن فایل رو بهتون یاد بدم. بچه‌ها برای آموزش حذف کردن فایل آقا باید اول یه نکته بگم در مورد فایل. آقا شما بعد بریم بزنید داخل دانلود. خب این دانلوده، وقتی زدید بزنید روی این 3 نقطه پایین. حالا من دارم علامت میزنم. حالا وقتی زدید روی این 3 نقطه پایین بیاین یکی مونده با آخری رو بزنید. وقتی زدید این کاراکتر اینو تا آخر آقا دانلود کنید، یعنی تا آخر دانلود کنید تا اوکی ترش. حالا آقا ما چون تازه فری فایر رو نصب کردیم یه دانلود نمیخواد تا تمام کاراکترها دانلود شه. آقا الان تمام کاراکترها دانلود شدن و اینکه میبینید تمام کاراکتر شاید یهویی بیاد روی کاراکتری که شما نمیدونید، برای همین دارم میگم یا شاید بیاد روی کاراکتر زنونه، روی پسر آتشی و اینا تا همه کاراکترها رو داشته باشین و بدونید. خب بچه الان بریم آموزش حذف فایل که خیلی درخواست داشتیم. حذف فایل نه، حذف تمام چیت، فایل، آنتن، اینباد، نمیدونم دیگه آقا گان، هر چی که تو بازی از شما ریختین رو پاک میکنه. و اینکه الان آقا میذاریم باز روی تنظیمات بگم چی، میذاریم روی دانلود. خب میذاریم وقتی زدین روی دانلود روی 3 نقطه میذارید. آقا روی 3 نقطه وقتی زدید روی 3 نقطه آقا این یه آچار فرانسویه. آچار چیه آقا؟ این آچار رو میذارید. وقتی آچار رو زدید آقا حالا باشه الان من میزنم این آچاره من که نمیدونم چه قلم لک شد. خب و اینکه آقا این آچاره شما میزنید روی این سفیده نه این زرده، و اینکه این دوتا دکمه هم باید همینطور باشه. آقا اینجا نوشته آقا این دکمه رو بزنید 1 الی 5 دقیقه زمانتون میبره اما تمام چیزای بازیتون حذف کنه. و آقا این هم حذف کردن فایل ها هست و اینکه به صورت خیلی هم آسون کار کنه. خب دوستان بریم سراغ آموزش وصل شدن به شیدوتوکو. لیتس گو. بریم سراغ آموزش وصل شدن به زدارچیبه و خطا و تمام نکات ریز و درشت دیگه. آقا تا آخر ویدیو نگاه کنید چون اینا خیلی مهمه. اول آقا شیزوتوکو، این برنامه شیزوتوکو داخل چیزام میفرستمش، داخل کانال تلگرام هم گذاشتمش. برای آقا تو باید حتما به یه نفر وصل شی. اون طرفی که من وصل شدم اینترنت نداره، برای همین آقا شما به شیزوتوکو اول وارد شیزوتوکو میشین. خب چون آقا من از اون برنامه‌ای که میخواستم استفاده کنم علامت بزنه خب خراب شد کلا، نمیاد اون لینکای بالا. آقا شما نگاه الان این زدم، نگاه حالا علامت من میزنم، سعی میکنم بیشتر جا علامت بزنم. آقا قبلش اینجا شما باید یه چیزی رو باز کنید. اینجا که الان دارم ضربه میزنم قبلش باید شما اینجا یه دکمه هست میزنید روش، بهش اعلامه ها رو روشن کنید. وقتی اعلامه ها رو روشن کردین میریم داخل زدارچیبه. میگم چی؟ زدارچیبه. اینجا میاد گزینه توسعه دهنده. حالا میگه ما که توسعه دهنده باز نیست، میایم چیکار می‌کنیم؟ میریم تنظیمات. میریم وقتی رفتیم تو تنظیمات شما درباره گوشی رو میزنید. خب بعدش نسخه سیستم عامل رو 7 بار کلیک می‌کنید. حالا من که برنامه نویسم دیگه نمیخوام. وقتی 7 بار کلیک کردین شما میتونید گزینه‌های برنامه نویسان رو یا همون گزینه‌های توسعه دهنده شده رو فعال کنید. آقا راستی بچه‌ها اگه شما اینو خاموش کنید، این گزینه رو خاموش کنید، کلا گوشیتون یه ریست کنه ولی از دوباره میاد. یعنی وقتی حالا می‌خواستین رفع لگ بشه همین کارو کنید. و اینکه آقا شما میایین پایین اشکال زده بی سی رو میزنید. وقتی زدید تیکشو فعال می‌کنید. اونایی که وصل نیستن میگه بعد به یه وای فای وصل باش جفت کرد. باز دستگاه اشکال زده 153 دستم خورد 153 067 ما الان زدیم. وقتی این میاد، وقتی این کلمه
یه فلان بیزار یعنی که شما بس شدید و دیگه کلا برید داخل شیزوتوکو و این استارت رو بزنید. وقتی استارت رو زدید اوکی میشه میاره. و اینکه بچه‌ها اگر داخل همون قبل اینکه بزنید رو اشکال زاده بیسیم بعد تمام تیکای اشکال زاده بیسیم روشن باشه. حالا داخل این هم بچه‌ها حالا میرین داخل تنظیماتش. خب وقتی رفتین داخل تنظیماتش اینجا تمام برنامه‌ای هست که بعد تیکشون رو روشن کنید. خب حالا اینا برنامه منه. خب شما این زداچیبه تیکش خاموشه روشن کنید بعد دوباره استارت بزنید. وقتی استارت زدید همه چی میاد، یعنی الان دیگه زداچیبه به طور رسمی باز شده یا وصل شده. و اینکه بچه‌ها این زداچیبه عادی هم نیست. زداچیبه عادی نکنید چون زداچیبه عادی بعضی از فایل‌ها رو چیکار می‌کنه؟ بعضی از فایل‌ها مثلا بگم چی ارور میده. واسه گانا آره خیلی زیاد بود، یعنی گان ارور میداد همش. و اینکه الان منتظر میمونم حالا و اینکه لغوش میکنم. من که دیگه بسام دوره استارت میزنم چون بعضی موقع این بعد 11:03 بیاد. این 11:03 اومد یعنی اومد. حالا وارد زدارچیوه میشه. خب وقتی وارد زدارچیوه شدیم از همین اول کاری میایم داخل این سه نقطه بالا میزنیم داخل تنظیمات. وقتی زدیم داخل تنظیمات میزنیم داخل روید همچین چیزی. بچه‌ها واسه شما اینه، یعنی واسه شما اینه. شما باید بزنید روی این و اینکه وقتی زدید روی این تمام تیکا رو فعال کنید. خب تمام تیکا رو فعال کنید. شاید یکم فرق کنه مثل قدیم ولی خب بازم آقا تا اینجا الانم نشون براتون میدم. میریم داخل اندروید دیتا، میریم پایین که اینجا لگ داره، میبینی که فیلفای کلا فایلاش اومده و اینکه همه اکنون داریم میبینیم. خب آقا الان بریم سراغ آموزش فایل زدن. Let's go بچه. الان بریم آموزش فایل زدن. بچه حالا این تمام فایلی که من دارم و اینکه 100% داخل یه ویدیو خرجش کنم. و اینکه بچه شما چیکار میکنین؟ میزنید روی یکیشون. من مثلا میخوام بزنم روی هاکای که نه هاکای جدید خیلی زشته ولی خب بازم آقا میزنم رو هاکای. خب آقا بعدش هر جا رو هر کدوم فایل رسیدین میزنید روی فایل. وقتی زدید روی فایل فشارش بدید بعدش میزنید روی کپی. وقتی زدید روی کپی این بالای صفحه رو بزنید حافظه تلفن. وقتی زدید رو حافظه تلفن رو اندروید دیتا بعدش این پایین یه دفترچه اینو بزنید. وقتی بزنید همچین چیزی میاد. رو نویسی فایل نمیدونم انگلیسی حجم باید یکی باشه. این حجم 1 مگا 77 1 مگا 77 پذیرفتم برای تمام فایل‌ها بزنید و بعدش جایگزین. و اینکه وقتی 100 شد اینجا پنهان زدن رو بزنید. خب این یه باگی است که نمیدونم چرا اینطوریه ولی خب بازم وقتی 100 شد اینو بزنید. حالا نکته های ریز به ریز مثلا پک فایل نکته های ریز به ریز مثلا این یه پکی مثلا من این فایل ستر رو میخوام. حالا میتونید ببینید از اینجا سال خطش. شما برای اینکه تضمینی تر باشه فایل ستتون یعنی که دیگه 100% بیاد چیکار میکنید؟ میزنید روی فایل میزنید تا آخر. خب بچه شاید بعضی جا یه فایل اینجا بعد این 2 تا فایل اینجا باشه که شما برای فیرفایر اوپیه برای گان و اینا فکر کنم جی آیه. خب بعد اوپی بعد جی آی بعدش اینجا همچین فایلی میده که 41 هستش. حالا من فکر نکنم داشته باشم کاراکترشو. و اینکه آقا مثلا من این فایل رو خب میریم تا آخر این 35 35 برای ولفراس و اینکه 53 این یه عدد اینجاشه 35 ولفرا 53 مارو 66 آلوک 3 تا از چیزا و 33 هم میشه 33 فکر کنم میشه 33 هم میشه اسکایلر 22 هم میشه 22 هم میشه هایاتو همچین چیزی. آقا ما کار نداریم، ما اینو میزنیم فشارش میدیم. حالا میریم درباره بازگوشی. خب ما میایم اینجا مثل اندروید میزنیم دیتا. خب
بچه‌ها نگاه اینجا دیگه ما اینجا بیل کنیم میزنیم دنبال فری فایل میگردیم و اینجا میذاریم روی فری فایل، میزنیم روی فایل، میزنیم روی این، بعدش روی این، بعدش آقا نگاه حالا بعد اینکه من این فایل رو زدم خب اول بعدش میذاریم روی این، بعدش این قسمت بیاد این قسمت بیاد. اولی برای فایل گان و یخ و ایناست، دومی برای کاراکتر است. آقا وقتی شما دومی رو زدید بعدش زدید روی اینو بزنید یعنی الان 100% دیگه میاد، یعنی اصلا 100%. خب آقا حالا این بک میزنید. آقا برای اینکه بهتر باشه و آسان تر باشه آقا اینو میای، من همیشه همین کارو میکنم، روی این فشار بدید و اینجا مثل اضافه به علاقه‌مندی ها و اینکه آقا وقتی زدید اینجا تایید بزنید. بچه اینجا میاد بالا، اینجا کپی میشه. حالا من بعضیشون رو پاک میکنم چون حالا خب الان دوباره همون کار رو میکنم و اینکه وقتی این کار رو کردم میاد اینجا. خب آقا حالا ما باز میایم چیکار میکنیم؟ آقا مثلا این پک فایل ساته میایم تا آخر بسا، میایم تا آخر فایل، میایم تا آخر وقتی اینجا شد اینو کپی میکنیم میایم بزنیم بالا و به همین صورت رایگان خیلی هم آسون میتونید فایل 3 رو بگیرید و بزنید دیگه، خیلی آسون. و آقا این هم بود از ویدیو دیگه، این ریز تا ریز فایله و اینکه الان آموزش وصل کردن به آموزش رفع ارور رو دادیم، حذف فایل رو دادیم، چیزای ریز اما مهم رو انجام دادیم و اینکه آقا دیگه همین.